روز دیوم سفر کوری رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان میرزوناباد الشیر خدایبردی در ناحیه روشن با راه اندازی سلسله ملاقات‌های سودمند ادامه کرد. ساکنان روشن زمین از ملاقات با رهبرت ولایت ناحیه که در چنین روزهای حساس راه اندازی می‌گردد به منفعت کار می‌دانند که از توجه همیشگی دولت حکومت مملکت نسبت ساکنان بومی جهان گواهی می‌دهد. 3 ایون سال روان در خانه فرهنگ دهه دی روشن ناحیه روشن ولایت مختار کوهستان بدخشان واخورین نوبتی رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان میرزوناباد الشیر خدایبردی با زحمتکشان این روستا دایر گردید. تاکید شد که ملاقات امروزه ما به دوره راست میآید که حادثه‌های روزهای اخیر شهر خارق و ناحیه روشن به هر یک ما و شما معلوم میباشد. رئیس ولایت تاکید نمود که در حادثه‌های سالهای قبلی مرکز ناحیه جوانان این دهه اشتراک نکردند، ولی چه سبب بود که در قضیه روزهای آخر ماه می سال روان چند نفر جوانان دیروشان فعالانه در این چاره‌بینی اشتراک کردند. رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان میرزوناباد الشیر خدایبردی از عملهای ناپاک گنرال خولباشوف که جوانان فریب خورده ناحیه را پشتیبانی و برای عملی کردن طرح‌های ناپاکشان به خود جلب نمود، با دلایل‌های واضح و روشن نقشه‌های آنها را به حاضرین شرح و توضیح دادند. گفته شد که فرزندان روشن زمین به گپ‌های اغواگرانه خائنان ملت معاون راهبر حرکت تروریستی و اکستریمیستی پیمان بانومیلی علیم شیرزمانوف را که سرکردگان عمل‌های جنایی در شهر خارق و ناحیه روشن مبلغ‌گذاری می‌نمود دست به چنین عمل‌های نوجوانمردانه زدند. عاقبت چنین کردار گمراه شدگان را هر یک ساکن ناحیه روشن توسط فیلم حجتی شکست فیدنه خوب معلومات پیدا کرد که برای دریافت پول خواجگان خارجی از فرزندان ناگاه ناحیه روشن استفاده بردند. رئیس ولایت میرزوناباد الشیر خدایبردی ذکر نمود که در سال 2021 سبب گرد آمدن جوانان ناگاه به خاطر آن بود که 2 نفر ساکن دهه بروشن برای دست داشتن در معاملات غیرقانونی مواد مخدر از جانب کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی در ناحیه روشن دستگیر شدند. هنگام بازداشت گمانبر شدگان یکی از آنها با کار سردار اداره نهاد مربوطه را زخمی کرد. از این قضیه 2 نفر راهبر گروه متشکل جنایی ناحیه روشن غلام حیدرов یادگار و مولودودov حبیب دستگیر گردیدند که هنگام انتقال دادن آنها به شعبه کارهای داخلی در ناحیه روشن автомاشین خدمتی کارمندان را بازداشت و شیشه‌های نقلیات خدمتی را شکسته گردی هم آمدگان جنایتکاران را از داخل ماشین آزاد کرده تظاهرات 1 ماه طول کشید. آنها به خود باوری حاصل نمودند که در همه کار قادر بوده دایره گمراه شدگان را به عالم جنایی بیشتر جلب کرده بالاخره به بستن راه سطح بین‌المللی در ناحیه روشن آغاز کردند. 200 نفر سرکردگان عالم جنایی در 7 ماه اخیر در ناحیه روشن ولایت مختار کوهستان بدخشان با خوراک گرم و مبلغ از جانب خواجگان خود این گروه‌ها انتقال و در عملهای زشتشان خرج می‌کردند. رهبریت ولایت پیروهای انتخاب کرده سرکردگان گروه‌های تروریستی را که بر راهپیمایی و رفتار جنایتکارانه علیم شیرزمانوف، الفتخانی محمدشاه و خولباش و محمد باقر می‌خواستند که وضع سیاسی را در تاجیکستان با دست ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان خلل‌دار سازند. اما نیت‌های ناپاک سرکردگان عالم جنایی پیشگیری شده خائنان ملت نتوانستند ایده‌هایشان را در ولایت عملی گردانند، چون برای رهبر حزب تروریستی اکستریمیستی با نام نهضت اسلام بدخشان مهم نیست. تنها هدف او با دست ساکنان ناآگاه ولایت مختار کوهستان بدخشان ناآرام کردن وضع سیاسی در تاجیکستان صاحب استقلال میباشد. رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان همه پهلوهای حادثه‌های رخ داده خائنان ملت را به حاضرین ابراز داشت که از جانب ساکنان خوش پذیرفته شد، زیرا این کار نقشه تروریستی کرده خائنان ملت هست که خرد و بزرگ ولایت باید پیش از همه شکرانه صلح و ثبات و آرامی جامعه را نموده نگذارند که ناخلف به آرامی ما خطر ایجاد نماید. رئیس ولایت میرزوناباد الشیر خدایبردی ضمن ملاقات سودمند تاکید نمود که با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و غمخواری همیشگی پیشوای تاجیکان جهان محترم امام علی رحمان لایحه‌های خرد و بزرگ سرمایه‌گذاری را بر رشد اقتصادی اجتماعی ولایت روانه نمودند که از ما و شما تنها ثبات سیاسی و وحدت ملی تقاضا می‌شود. در خود همین سال تنها برای ساختمان راه سطح بین‌المللی از ناحیه دروازه تا سرحد ناحیه روشن 3 میلیارد سومانی اختصاص داده شده است که با تجدید این قسمت جدا صد صفتی زندگی ساکنان ولایت به مراتب بهتر خواهد شد. در این مسیر 2 نقب 1.5 تا 3 کیلومتر دالان ضد ترموی 23 پل خرد و بزرگ بنیاد می شود که مسافه راه 112 کیلومتر را در بر میگیرد که با بنیاد انشاءات مذکور راه 19 کیلومتر کوتاه خواهد شد. در این ردیف ساختمان کلانترین نیروی برقی آبی سبزار در ناحیه روشخلا با خرج 800 میلیون سومانی ادامه داشته بعدی به استفاده دادن انشاءات عظیم گروه‌های متشکل جنایی میباشند که بر رشد این گوشه کشور تاثیر منفی رسانیدند. در ادامه ملاقات آشکارا با ساکنان گفته شد که روشندلان روشن در همه مورد جانبدار از سیاست پیشگرفته اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان بودند هستند و خواهند ماند. در واخر سوال و جواب آشکارای ساکنان دهه دی روشن جماعت دهات نظرشاه دادی خدایف با رئیس ولایت و رهبریت ناحیه روشن صورت گرفت. از برگزاری چنین صحبت آزاد
баромадкунандагон изҳори миннатдорӣ намуда дар навбати худ мушкилоти ҷойдоштаи рӯстонишинонро гӯш дода барои ҳалли камбудиҳои мавҷуда чораҷӯӣ менамоянд. زندگی مردم خیلی به درجه و گوش گیرتان ما بود در تربیت نسل نورست فرزندان نبرا بود سامخ گذاره که من بعد از این کودک سر کرده کودک کلام نشد امروز میده است اگر انجام سب دام سب از این روز سر کرده تربیت کردن دیکن زمین داریم دیکونه میکنیم آب میزنیم خود میرود نه که در قدر رای موشیم پیش مگذار استفادن چی لازم است؟ آن جوانان از این رو سرکرده باز و پیش روی زندگی برای آبادی ما میتونیم با جای کار تامین کردن. اگر خود که در کدام ساختار قدرتی اگر معقول باشد بیاید که ما شما را با جای کار تامین میکنیم. یگان مشکلات نیست. میل داشته باشد، خواهش داشته باشید، اینا مرامت روی خط کنید، پیش رئیس ناحیه بیاد و پیش ما پیش وقتا گفتن اینا جای کار نیست. حکومت میتونه امروز قادر هست که با جای کار تامین کند. امکانیت ما داریم. معلومات هم نداشته باشد، بعضی کارهای هستن که معلومات هم لازم نیست. نه معلومات میانه و نه معلومات عالی. اینا مرامت جمع شوند بیایند ما تا همون جای کار بردن به پول میبریم. برای ما یک رادیو در اون سراغ مونه یکان خبر چیز شود ما بفهمیم چی گپ چی کار است. یک سال اخیر با رئیس ولایت بیاد ما خبر بگیرد. اینا تو تکلیف دارم. از سوداگی ما استفاده کرده بسیار خواجگان خارجی و محلی جوانان نوگاه ما رو به همین ورطه داخل کردند. من شخصا خود رو همه در همین جای استادگان رو در همین چیز عیبدار میدونم، زیرا ما نتوانستیم که جوانان خودمون رو یعنی برای راست هدایت کنیم. در همین چیز ما خطاگی داریم. مردم دیروشان شما رو خیلی خیلی کردید، من هم حیران بودم تو همین واقعه ها جوانان ما در این کار شرکت نکردن، لیکن مغزی رو دزدیدن. در همین حالت ما غافل موندیم، دشمن از ما زودتر کار کردیم در همین حالت. ما جوانان خود را از دست دادیم. ما هم میگوییم که ما باید همین چیز رو دیگر در آینده راه ندیم. از سال 12 علمی خاص خوشو فتنه انگیزو توماس اغواگری‌های خیانت به دولت و به ملت عمل کرده استودن. جوانان تو اونقدر ناآگاه شدن حقوق عادی شهروندی خودشون را میدونستند و همین روی بعد اونا گرفتار شدن. برای اونا گروه های منتشر برای گروه جناتی برای سال محمد بوکر و دیگر کسا شخص یکو پدر و مادر احترام نمیکنن برای محمد بوکر احترام میکنن. از پشت وی میره تو به درجه رسید که بعضی خانمان باور میکنید بعضی خانم تو حاضرم شبهه دارم که شاید با چلی که اتم میرخوزه وقتا گفته بود دم ریزت برآمد کرد لیدر چه های دیگر میبرن انشاءالله دیگر همین ریشکن شود در لیدر چه های دیگر همین تو اینجا آسوده باشیم مثل زغد و رشت و خطرون دیگر منطقه تاجیکستان. رهبریت ولایت همه درخواست ساکنان را شنیده از جوانانی که شبها در راه افسانه‌گر می‌نشینند و عاقبت به چنین کردار زشت آورده می‌رساند دعوت نمود که آنها می‌توانند برای کار در ساختارهای نظامی و مقامات مربوطه مراجعت نمایند. چوپان خدادادوف، نیقدم غلاموف، بختیبکوف، ملکمانوف و چند نفر دیگر جوانان وابسته به حادثه رخ داده فکر و اندیشه‌های خود را بیان داشتند. از رهبریت ولایت خواهش کرده شد که همین گونه ملاقات‌های سودمند را با رهبران ساختارهای ناحیوی ولایتی ماهی یک مرتبه با رستانشینان راه اندازی نمایند تا درد دل مردم را شنوند و جوانان را به راه رست زندگی هدایت سازند. همه این کردارهای زشت را حاضرین خلاف همه طلبات قانونگذاری کشور خوانده از ساکنان طلب گردید که به تربیت نورسان و کودکان از سن خردسالی دقت داده به تعلیم و تربیت جگرمندان توجه همه طرفه ظاهر سازند تا آنها را در روحیه بلند ملت دوستی و افتخار وطنداری به کمال رسانند که در آینده جوانان زیرک و هوشیار و صاحب علم و معرفت کمال یافته به وای رسند تا در آینده فرشته دست دیگران نگردند. رئیس ولایت مختار کوهستانی بدخشان میرزاآباد علیشیر خدایبردی هر یک سوالی ساکنان دهه دیروشان را به نوبت گرفته جهت حل مشکلات موجوده و تکلیف و پیشنهادهای سودمند و درخواست سرشمار حاضرین چاره‌های سودمند خواهد اندیشید.